اگر دوست دارید یه طعم بی‌نظیر و فوق‌العاده از مرغ رو تجربه کنید، پیشنهاد میکنم که حتما این مرغ دارچینی رو امتحان کن که فوق‌العاده خوشمزه و بی‌نظیره. سلام به خوشمزه پزای کانال، با آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. بریم که با هم این مرغ دارچینی خوشمزه و بی‌نظیر رو آماده کنیم. یک عدد پیاز بزرگ رو نگینی ریز خورد میکنیم. بعد از اینکه پیازمون رو کامل ریز کردیم، داخل مایتابه یه مقدار روغن میریزیم و پیاز نگینی شده رو میریزیم داخل روغن تا یه مقدار سرتفت بخوره. ممنون میشم اگر آموزش‌های ما رو دوست دارید کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله پیج رو هم روشن کنید تا هر زمان ویدئوی جدید آپلود شد به شما اطلاع بده. مرغ یکی از غذاهای پرطرفداریه که معمولاً در مجلس و حتی در دوره همیای کوچیک ازش خیلی استفاده میشه. بعد از اینکه پیازمون کاملا سرتفت خورد، مرغا رو داخل پیاز میذاریم و اجازه میدیم تا یه مقدار زیر و روی این مرغ سرخ بشه. توی این فاصله سس مرغمون رو آماده میکنیم. نصف قاشق شربتخوری زنجبیل و نصف قاشق شربتخوری فلفل سیاه، نصف قاشق شربتخوری نمک میریزیم داخل ظرفمون و یک قاشق شربتخوری سرپر پودر دارچین بهش اضافه میکنیم. مقدار ادویه ها بسته به ذائقه خودتون میتونید کم و زیادش کنید، اما حتما باید دارچین بیشتر از مقدار ادویه های دیگه‌تون باشه. برای اینکه عطر بهتر ادویه خارج بشه، آب جوش رو اضافه میکنم و داخل آب جوش این ادویه ها رو هم میزنم و بعد از اینکه مرغمون کاملا زیر و روش سرخ شد، باید این سس رو به مرغمون اضافه کنیم. اگر دوست دارید که طعم‌های متفاوتی از مرغ رو تجربه کنید، پیشنهاد میکنم که حتما به ویدیوهای داخل کانال سری بزنید. انواع اقسام مرغ‌ها رو با طعم‌های متفاوت آپلود کردم، میتونید ببینید و استفاده کنید. بعد از اینکه ما سس دارچینمون رو اضافه کردیم، زعفران دم کرده هم به مقدار لازم اضافه میکنیم و یه مقدار آب جوش میریزیم داخل مرغمون و درب مرغ رو میبندیم تا زمانی که کامل پخته بشه. بهتر هستش که برای اینکه این مرغ طعم خیلی بهتری بگیره، حرارت رو خیلی خیلی کم بذارید و اجازه بدید تا مرغ به اصطلاح به دل بجوشه. از اینکه تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید بی نهایت سپاسگزارم. ممنون میشم بقیه ویدیوهای کانال رو هم ببینید و با لایک و کامنت به من انرژی بدین. تا یک آموزش دیگه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.